از این به بعد شهروندان تاجیکستان باید برای دریافت روادید به نمایندگی‌های ترکیه مراجعت کنند، حجت و مبلغ سپارند، منتظر مانند و معلوم نخواهد بود که اجازه ورود به این کشور را خواهند گرفت یا نه. یک صاحبکار تاجیک این حالت را مایه نگرانی می‌داند. البته جاری کردن ویزا برای شهروندان تاجیکستان برای به سفر به ترکیه مشکلی هم به صاحبکاران هم به شهروندان به پیش می آید، چون که برای گرفتن ویزا برای دسترس کردن مردم، دسترس مال و کالا نرخ به بالا می رود، البته مشکل می شود. اما کارشناسان بخش اقتصاد تاثیر نظام باروادید را به گردش تجاری و اقتصادی دو کشور اندک می‌دانند و حدس می‌زنند که یک اقدام موقتی است. سطح مناسبتی ما با ترکیه، دولت ترکیه حالا در تمایل رشد است و چون که ما ببینیم صاحبکاران ترکیه همکاری دارند. اساساً این در جاده سودا است، در جاده ساختمان است و با نظر داشتی همین تمایل رشد کردن جاری کردن روادید به نظر من یگان تاثیر کلان نمیرساند. از نقطه نظری وی میتواند کمتر به رفت و آمد مسئله توریسم به تاثیر میرساند، لیکن آدمی که به روی تجارت برای وی سیاحت میرد خراجات علاوگی از 90 تا 180 دلار اینقدر هم خراجات کلان نیست. از این نقطه نظر من میگم که این بیشتر قراری که در زیر احساسات قبول کرده شده است و باید موقتا باشد. در همین حال ترکیه در میان کشورهایی که روی کار و خدمت رسانی و تجارت در تاجیکستان مبلغ زاری کردند مقام 14 را دارد. گردش سالانه مال میان دو کشور در سال گذشته به 360 میلیون دلار رسیده است. برخلاف پیشبینی‌های متخصصان بخش اقتصاد، کارشناسان سیاسی و روابط بین الملل این اعلان را از سوی رئیس جمهوری ترکیه رجب اردوغان ناگهانی می‌دانند و تخمین می‌زنند که آن به واقعه کراکوس مسکو و عامل‌های دیگر ربط داشته می‌تواند. برای ما یک حادثه فوق‌العاده یا حادثه ناگهانی بیش نیست. با مثل آمدن سیل یا که رعد و برق یا یگان چیزی دیگر. البته زیر تاثیر حادثه کراکوس سیتی در شهر مسکو بسیاری از دولت‌ها با چنین قدم‌ها گوییم که دست دادن و چنین کارها را انجام دادن، لیکن به ضرر خودشان ختم خواهد شد و هم روسیه پشیمان خواهد شد و هم ترکیه، چون که ما با ترکیه از چند جهت به هم بسیار نزدیک است. تاجیکستان هم نباید به همین ریاکسیون بسیار دولت‌هایی که ضد ما کار میکنند نه اونقدر دقت کرد، یعنی اونها را نادیده گیرد بهتر است، چون که وقتی که ما خودمون کوشش میکنیم که درها را برای خودمون بندیم، البته این مینوس یا که جهت منفی با برای خودمون با وجود می آورد. شیرعلی رضاییان کارشناس روابط بین الملل در برابر پیوند داشتن این اقدام به حادثه مسکو با عامل‌های دیگری نیز اشاره می‌کند. عملاً گیرید بسیار کشورها و سازمان‌ها می‌خواستند در بحث مرزی تاجیکستان و قرغیزستان به عنوان میانرو، به عنوان نمیدونم مدیراتور چیزی دیگر وارد کنند. ترکیه که بعد سال 2020 به ویژه بعد آغاز جنگ در اوکراین از فوریه 22 سیاست خود را بسیار در منطقه قوی کرد، خواستار چنین عنصرهای ایمیج سازانه بود. ولی موقع هم تاجیکستان و هم موقع قرغیزستان در این بود که آنها حل مسئله سرحدی خود را بدون یگان میانرو و کشور سیوم یا نهاد سیوم عملی میکنند و خواسته های زیادی که ترکیه داشت شاید به همین چیز دخل داشته باشد، زیرا زمانی که وزیر کارهای خارجی ترکیه در دوشنبه اظهارات داد، ما بعدا از زبان سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان فهمیدیم که در رفت مذاکرات نه با وزیر خارجه تاجیکستان نه با رهبریت عالی مملکت مسئله مرز با قرغیزستان با
وزیر کارهای خارجه ترکیه بررسی نشده است. این کارشناس همچنین با اشاره به جامعه کارشناسی منطقه و عنصرهایی که از سوی ترکیه می شود میگوید که آنها شدیداً خواستار مقام ناظر را داشتن تاجیکستان در سازمان کشورهای ترکی هستند. سازمان کشورهای ترکی ماه نوامبر سال 2022 در نشست سران کشورهای عضو این نهاد سمرقند را مرکز تمدن ترکی اعلان کردند که بنابر تایید برخی منبع‌ها این عمل کرد نگرانی ها را در سطح بالای تاجیکستان با عنوان تنها کشور فارزبان در منطقه به بار آورده بود. اعلان نظام باروادید از سوی اردوغان در حالی است که سفیر این کشور در دوشنبه امود اجر نیمه ماه ینور امسال از احتمال سفر رئیس جمهور کشورش به تاجیکستان در بهار سال 2024 خبر داده بود. هرچند سفارت ترکیه در تاجیکستان حدس می‌زند که نظام روادید ممکن یک اقدام موقتی باشد، دلیل جاری شدن آن را شرح نداده است. این نهاد میگوید که نرخ روادید عادی $60 و با ورود چندگانه $190 آمریکایی خواهد بود. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در آغاز گفت ترکیه از این تصمیم خود دوشنبه را پیشکی با کانال‌های دیپلماتی آگاه نکرده است و حالا تاجیکستان طرح جواباً جاری کردن ویزا را برای شهروندان ترک بررسی می‌کند. ترکیه و تاجیکستان از سال 1992 روابط دیپلماتی برقرار کردند. انقره نظام روادید را برای شهروندان تاجیکستان سال 2018 بیکار کرده بود و تاجیکستان سال 2021 به شهروندان ترکیه سفری 3 روزه بدون ویزا را اجازه داد. ترکیه یک از مسیرهای ترانزیتی و مهاجرت کاری برای شهروندان تاجیکستان نیز به حساب می رود.